تصور کنید شما یگانه انسان روی کره زمین بودید. در این صورت برای انجام دادن هیچ کاری انگیزه نداشتید. اگه هیچ کس نمیتونست نقاشی زیبای شما رو ببینه، پس کشیدن این تابلوی نقاشی چه فایده‌ای خواهد داشت؟ اگه هیچ کس نمیتونست آهنگ شما رو بشنوه، پس ساختن چنین آهنگی چه فایده‌ای خواهد داشت؟ اگه هیچ کس نمیتونست از اختراع شما استفاده کنه، پس اختراع کردن اون چه فایده‌ای خواهد داشت؟ در این صورت دلیلی نداشت که از مکانی به مکان دیگه‌ای برید، زیرا هر جایی که میرفتید وضعیتتون همچون موقعیت قبلی بود و هیچ کس به استثنای خودتون در اون مکان حضور نداشت. در این وضعیت ذره شادی در زندگی شما یافت نمیشد. ارتباط برقرار کردن با انسان‌های دیگه و دیدار کردن با اونها به زندگی شما شادی، معنا و هدف میبخشه. درست به همین دلیل روابط شما با دیگران بیش از هر عامل دیگه‌ای در زندگیتون تأثیر میذاره. برای دستیابی به زندگی رویایی و دلخواهتون باید به خوبی بدونید که روابطتون چطور در زندگی کنونی شما تأثیر میذاره. همچنین باید بدونید این روابط به راستی مؤثرترین بخش برای سپاسگزاری محسوب میشه تا به این وسیله بتونید تغییر دادن زندگیتون رو به شیوهی معجزه‌آسا شروع کنید. پژوهش‌ها نشون میدن که انسان‌های سپاسگزار روابطی صمیمانه تر دارند. با اعضای خانواده و دوستاشون به شیوهی بهتر رفتار میکنند و دیگران به دیده احترام به اونها نگاه میکنند. به هر حال شاید حیرت آورترین آمار به دست اومده از پژوهش‌ها این باشه به ازای هر بار گله و شکایت کردن درباره انسانی دیگه باید دست کم 10 ویژگی خوب اون رو بشمریم و سپاسگزاری کنیم تا روابطی خوب و درخشان داشته باشیم. فرقی نمیکنه که گله و شکایت کردنمون به صورت زبانی باشه یا ذهنی. البته در کل نباید گله و شکایت کنیم، اما اگه به اشتباه گله و شکایت کردیم باید به ازای هر بار گله و شکایت کردن 10 ویژگی خوب اون رابطه رو به یاد بیاریم. در غیر این صورت روابطمون از هم گسسته خواهد شد. اگه در روابط زناشوییمون به این موضوع توجه نداشته باشیم، ممکنه ازدواجمون به جدایی عاطفی یا واقعی منجر بشه. سپاسگزاری باعث میشه روابطمون بسیار عالی باشه. در حالی که سپاسگزاری و قدرشناسی خودتون رو در رابطه ای افزایش میدید، در اون رابطه به شیوهی معجزه‌آسا با رویدادهای بهتر و شادی بخشتر روبرو خواهید شد. سپاسگزاری در روابطتون علاوه بر بهبود بخشیدن به اون رابطه خودتون را هم تغییر خواهد داد. فرقی نمیکنه که اکنون چه خلق و خویی دارید. در هر صورت سپاسگزاری سبب میشه شکیباتر، ژرف اندیشتر، دلسوزتر و مهربونتر بشید، به گونه‌ای که شاید حتی خودتون رو هم نشناسید. به این ترتیب احساس آزردگی و رنجش شما از بین خواهد رفت. شما دیگه در روابطتون گله و شکایت نمی کنید، چون وقتی به راستی قدرشناس حضور دیگران در زندگیتون هستید، موضوعی درباره اونها وجود نداره که بخواید تغییرش بدید. شما از دیگران انتقاد نمی کنید، درباره اونها گله و شکایت نمی کنید یا اونها رو سرزنش نمی کنید، زیرا چنان به سپاسگزاری کردن درباره ویژگی خوب اونها سرگرم هستید که برای کارهای دیگه وقت ندارید. در حقیقت حتی نمیتونید ویژگی هایی رو ببینید که عادت داشتید درباره اونها گله و شکایت کنید. واژه ها به راستی تأثیر گذارند.
وقتی درباره کسی گله و شکایت می‌کنید به معنای واقعی به زندگی خودتون لطمه می‌زنید. در این صورت زندگی خودتون خدشه‌دار خواهد شد. بر مبنای قانون جذب هر اندیشه‌ای رو درباره انسانی در سر بپرورونید یا هر سخنی رو درباره اون بگید، همون رو به سوی خودتون جذب خواهید کرد. درست به همین دلیله که انسان‌های اندیشمند در سراسر دنیا همواره سپاسگزار بودن رو به ما توصیه کردند. اونا میدونستند برای بهره‌مند شدن از نعمت‌های بیشتر در زندگی و برای گسترش یافتن معجزه آسای زندگیتون باید از خداوند سپاسگزار باشید. همچنین باید انسان‌های دیگه رو هم همونطور که هستند بپذیرید و حضورشون رو در زندگیتون قدر بدونید. تصور کنید یکی از اعضای خانواده یا نزدیکانتون به شما بگه من تو رو همینطور که هستی دوست دارم. در این صورت چه احساسی خواهید داشت؟ تمرین شگفت‌انگیز امروز اینه که انسان‌های دیگر رو با ویژگی‌های فعلی خودشون در زندگیمون بپذیریم و قدرشناس حضور اونها در زندگیمون باشیم. حتی اگه همه روابط فعلی شما به راستی روابطی خوب و خوشایند هستن، با انجام دادن این تمرین بهتر و شکوفاتر خواهند شد. هر بار که ویژگی خوب و خوشایندی رو در انسانی دیگه پیدا می‌کنید و به دلیل اون از خداوند سپاسگزاری می‌کنید، مشاهده خواهید کرد که معجزه سپاسگزاری در زندگیتون به ثمر خواهد رسید و روابطتون در مقایسه با اون چه خودتون تصور می‌کردید بسیار محکمتر، موفقتر و پربارتر خواهند شد. 3 نفر رو در زندگیتون انتخاب کنید که با اونها روابطی عالی دارید و به دلیل حضور اونها در زندگیتون از خداوند سپاسگزار هستید. شما همچنین باید از خود این افراد هم تشکر کنید و قدرشون رو بدونید. میتونید همسر، فرزند، پدر، نامزد، همکار، مادر یا خواهرتون رو انتخاب کنید. میتونید بهترین دوست، مادر بزرگ یا دایی خودتون رو در نظر بگیرید. میتونید 3 انسانی رو انتخاب کنید که رابطه داشتن با اونها برای شما اهمیتی ویژه داره. البته باید عکس هر کدوم از اونها رو هم داشته باشید. عکس انتخابی شما باید عکسی 1 نفره از خود اون شخص یا عکسی 2 نفره از اون شخص به همراه شما باشه. وقتی 3 نفر مهم زندگیتون رو و عکس‌های اونها رو انتخاب کردید، آماده هستید تا تمریناتتون رو انجام بدید. بشینید هر یک از اون افراد رو در نظر بگیرید و درباره ویژگی‌های از اونها فکر کنید که بیش از همه درباره اونها از خداوند سپاسگزار هستید. کدوم ویژگی‌های اونها رو بیشتر میپسندید؟ بهترین ویژگی اونها چیه؟ ممکنه به این دلیل سپاسگزار باشید که اونها انسان‌هایی بردبار، با استعداد، توانمند، خردمند، خوشخنده و یا شوخ‌طبع هستند. به خوبی به حرفهای شما گوش میدن، پیشنهادهای عالی رو برای شما مطرح میکنند، همواره لبخند میزنند یا قلبی مهربان دارند. شاید به این دلیل سپاسگزار هستید که از انجام دادن کاری با این افراد به راستی لذت میبرید. شاید هم زمانی رو به یاد میارید که هر یک از این افراد برای شما جانفشانی کردند. به شما علاقه نشون دادن یا از شما حمایت کردند. وقتی زمانی رو به اندیشیدن در این باره اختصاص دادید که به دلیل کدوم ویژگی‌های این افراد از خداوند سپاسگزار هستید، عکس اونها رو هم مقابل خودتون قرار بدید و 5 ویژگی خوب هر یک از اونها رو در دفترچه‌ای بنویسید یا با کامپیوتر خودتون تایپ کنید. توجه داشته باشید. همون ویژگی‌هایی رو نام ببرید که بیشتر به اونها اهمیت میدید، در حالی که فهرست این 5 ویژگی رو برای هر یک از این افراد مینویسید. به عکس اونها نگاه کنید. هر جمله رو اینگونه شروع کنید: خدایا سپاسگزارم که. سپس به نام اون شخص اشاره کنید و در پایان هم دلیل سپاسگزار بودنتون رو مطرح کنید.
برای نمونه میتونید بگید خدایا سپاسگزارم که همسرم در زندگیم حضور داره، زیرا اون همواره از من حمایت میکنه. در مرحله بعد از این تمرین باید از خود این افراد هم تشکر کنید. در این صورت میتونید به عکس هر یک از اونها نگاه کنید و جمله های خودتون رو اینطور بنویسید. برای نمونه میتونید بنویسید همسر عزیزم، از تو متشکرم زیرا همواره از من حمایت میکنی. وقتی فهرستتون رو درباره هر 3 نفر نوشتید، باز هم باید به تمرین شگفت‌انگیزتون ادامه بدید. شما باید عکس اونها رو در طی روز به همراه داشته باشید و اونها رو در مکانی قرار بدید که همواره در دیدتون باشه. امروز هر بار که به عکس اونها نگاه کردید، هم از خداوند سپاسگزاری کنید، هم از اون شخص تشکر کنید. برای نمونه میتونید بگید خدایا سپاسگزارم که همسرم در زندگیم حضور داره. همسر عزیزم، از تو متشکرم. اگر در طی روز همواره از مکانی به مکان دیگه میرید، عکس‌ها رو داخل کیف یا جیبتون قرار بدید. بکوشید 3 بار در طی روز به اون عکس‌ها نگاه کنید و سپاسگزاریتون رو به همون شیوه انجام بدید. حالا میدونید چگونه از تأثیر معجزه‌آسای سپاسگزاری استفاده کنید تا روابطتون رو به روابطی شگفت‌انگیز تبدیل کنید. شاید بخواید این تمرین شگفت‌انگیز رو در صورت نیاز هر روز برای هر یک از روابطتون به کار ببرید تا روابطی عالی و با شکوه داشته باشید. اگرچه انجام دادن چنین کاری بخشی ضروری از این کتاب محسوب نمیشه، همچنین میتونید این تمرین رو بارها و بارها برای یکی از روابطتون به کار ببرید. هرچه بیشتر به دلیل ویژگی‌های خوب و خوشایند مربوط به روابطتون از خداوند سپاسگزار باشید، همه روابط زندگی شما هرچه سریعتر به شیوهی معجزه‌آسا تغییر خواهند کرد.